восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения, без давления, с днем рождения. سلام و درود. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه مهرآباد برای تبریک کردن معلم، آموزگار و طول چندین سالها همچون رئیسی محله کار کردن و خاندان امیر بابا آمدیم که امروز جشن زادروز دارند. از نام فرزندان، از نام جهانگیر اکا، گلند آمایتی، تازه گلایتی، ستاره ماهایتی سراد اکا تبریک میگویم. لحظه ها را پیشکشی شمایان میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران عزیز. برای ما لازم هستند ولی که خاندان، مادر عزیز ماهرانه و نزد امیر بابا نزدیکتر بایستید. امیر بابا زادروز مبارک. روز تولد را، مولود خجسته را، میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. گذرتان یادشان. امیر بابا، ما برایتان کم معلومات ها گرفتیم. ابرمرد دهه میرانقول، انسانی که فدایی ترین انسان برای نسل نورس، برای همین فرزندان دهه میرانقول چندین سالها همچون آموزگار مهنت کرده
و با همان مهنت حلالتان فرزندان را به وای رساندید. همراهی مادر عزیز، خدا کند که دمی پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند. بعد از معلمی آموزگاری من چندین سالها تا دمی نفقه همچون سروری دهی میرانکول من امروز باشد در نفقه برای فرزندان، برای نبیره ها بابا جانی دعاگوی، مردی بسیار هم بزرگی خاندان، قهرمان زندگی فرزندان. امروز بابا جانی عزیز، پدری مهربان، شما را از نام فرزندان، از نام جهانگیرکه، گلندامایتی، تازه گلایتی، ستاره ماهایتی، سرادکه و شخصا از نام ماهیره خاله تبریک میگوییم. بگذار چی آرزوها، چی نیتهایی که در دل داره جامعه عمل کشد و بهر فرزندان همیشه سایبان شده، دعاگوی سر فرزندان عزیزتان باشد. پدر چنین انسان است. امروز امیر بابا همراهی فرزندان صحبت کردیم. جهانگیرکه سرادکه میگویند که تا دمی که ما خود پدر نشدیم نفهمیدیم پدر کیست. پدر چنین انسان است که شب و روز مهنتی حلال میکند و یک مرتبه پیش فرزند آمده بچم من امروز هلاک شدم گفته که سخنش را نشنیدیم. پدر پسی در و دروازه ها فقط مهنتی حلال میکند و شب را به صبح پیوست کرده بهر فرزندان لقمه حلال را میبیارد. برای پدرم رسانید 100 بوسه زدم خاک قدم های پدر را، 100 بوسه زنم خاک قدم های پدر را، بردیده کنم منزل و مأوای پدر را. 100 رنج کشد روزی تمام از پی نان، وای صدقه شوم آبیله دستان پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همت والای پدر را. چون کعبه توافش بکنم در همه هستی، پررن نکنم خدمت و رنجهای پدر را. از ازل میگویند پدر قبلگاه است، پدر قهرمان زندگی ما است. بگذار همیشه قهرمان زندگی فرزندان باشید. 120 ساله شوید، همراهی ماهیره خاله یک جای دمی پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند. در این کاشانه زیبا حج آشی ها شود و باز آمده شما را تبریک کردن برای ما نصیب کند. امروز ماهیره خاله هر آن پادشاهی که از ازل بود در نزدش ملکه‌اش بود و قوت میداد. امروز به این درجه رسیدم، همچون معلم، همچون سرور دیه شدن. رال شما هم کلان است. همیشه مانند امروز زیبای خاندان شده، گل ریحانی فرزندان شده گردید. از نام فرزندان میگوییم مادرم را به چشم من بینید، سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را به چشم من بینید، مادر من زیباست. برای همه فرزند مادر زیباترین روی عالم است. البته روز خرسندی را امروز بیرام را مبارکباد میگوییم و در اینجا کتابی که من بهاترین داریم به افتخار هم پدر و هم مادر میخواستیم برای امروزه پدرجان عزیز کتاب قیمت بهاترین را تقدیم کنیم. خدا کند که حاجی بابا و حاجیانه شده آمدن نصیب کند و در این کاشانه زیبا، در این باغ زیبایشان حج آشی ها شود. مرحمت قبول میکنیم. مرحمت. برای راحت روحم به سر داری شوق کن، پناه با زمان تو برا امید و دلگرمی، تو رحمان مهری آساری در این دنیایی. ماهیره خاله چند سال شد امسال تو اشتباه آمد؟ 51 سالگی توی مبارک شود. شمایان آیله نمونوی ترین هستید برای جوانان. ما بین 51 سال با بابا جان عزیز چند بار گل پدرک کرده؟ راست شده فقط پولش داده هم؟ بوکتی گل بود می نمی؟
امروز از نام امیر بابا برای ماهی خاله البته گلدسته زیبا داریم. امیر بابا خودشان تقدیم میکنند. مرحمت مرحمت. مبارک باشد. در دست فرزندان دیدیم تحفه ها را انگشترین طلا بود با افتخار مادری عزیز. مرحمت از نام فرزندان تقدیم میکنیم گوشوارهای طلا را. مرحمت برای ماهی خاله. روز خرسندی مبارک باشد. مرحمت. امروز امیر بابا روزی خرسندی است. در روزی خرسندی میخواستیم شخصا از نام دو نفر که همیشه در خدمت شما هستند. دختران صاحب خود را یافتن و رفتن. باز به خاندانتان دو دختر آمد. قدم گذاشتن همچون دختر مهربانایتی ماهینه بانو عروسان نازنین شما همیشه شب و روز در خدمت شما هستند. آنها البته دعاهای نیکی شما را گرفته ایستادند و از نام الهمه دو عروس نازنین شمایان را تبریک میگویم. بگذار ایزی قدم شمایان را زیر کنند و مانند شمایان همراهی فرزندانتان پیر به دولت گردند. ما باشد میخواستیم یک جای شیرینی را بریم از شیرینی تناول کنیم. بعد از آن یک تا سخنهای نیکی فرزندان را میشنویم. مرحمت. ماهی خاله امروز روزی خرسندی است. امیر بابا امروز ماهی خاله هم ساعت چند با تبریک نتونم پیش از گاوشی 5 پقایی چاق خدام شیرش اکنون برای شما میخونم. مرحمت. همین خیلی پیری به دولت شوید سر بلای سر چقه شوید
بهداشت شوی هم میگه این میوره ایوره با این هم مول شده خوشه میوره کلو زیاد دادر عزیز 75 دور اومده با 25 سال دیگه عمر بینه بس زیادی شد من همین میوره ایوره چه شد بینه بله من وقت صاحب سلامت باشه در سری بلای دماغ خوش باشه اما وقت خوش السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز روزی شکرانه روزی مولودی پدر جانم شده ایستاده است از نام خودم از نام همه فرزندان از نام همه در همین جا اشتراک کرده ایستادگی با پدر جانم با مادر جانم الهیم 100 ساله شوم از این هم روزهای نیک بینم دهاز چه در دوره نیوره ایوره ها هستند در دوره چهوره بیگانه ها در قطار ما ایستند همیشه دولتی نایابی ما باشند تا زمین و آسمان باشد هر دینها در پیش ما باشند السلام علیکم مهمانان میزبانان همه شمایان را اولا با خوش آمدید میگویم به درگاه ما من از نام همه فرزندان نیوره ها کلین ها پدری مهربانم را مادری مونیز و غمخوارم را به این روزی شکرانه شان تبریک می نمایم به اینها اولا بار به هر یک انسان به هر یک شخص که چیزی ضرورترین انسان سلامتی است به هر دوی اینها سیاه سلامتی عمری بردوام آرزو ماندم شتابه که در آسمان آفتابی گرمی درخشان هست در سر ما فرزندان همیشه آفتابی گرمی زمان شده نورهای گرمی خود را در سر ما پوشیده گردن میگویم به چیز نگفتند که پدر دنیاست مادر زیبی آن است پدر دریاست مادر آبی آن است پدر که هست و مادر قله آن پدر خورشید و مادر زیبی آن است باز یک بار دیگر مهمانان عزیز همه شما یار خوش آمدید میگویم چنین پاشاها مهربانای تیم و هینای تیم مرحمت السلام علیکم مهمانان هم یکتون خوش آمده اما باز حد دوره سر مادر صاحب سلامت کرده هیچ وقت کسا نشه رحمت بید السلام علیکم مهمانان و میزبانان من امروز بابا جانم دو روزشان شده ایستاده است من با بابا جانم تبریک می نمایم عمر دراز بینند 100 ساله شوند Dasırtı ederek göster. Yaparsına müdde düşke. İda düşke. Zemulaş geliyor. Assalamu alaikum mehmanani خاندانم امروز امیر بابام نه درجدن شد ویجانم که من درجدن شد امروز من اینا ساده دوره تبریک میکنم ای رحمت سلامت چند تشکر ایواره ها خدا کند که توی نکاهیش برساند امیر بابا ما باشد نوبت را برقص دهیم یک جای رقصیم خورسندی کنیم زادروز مبارک روز تولد را مبارک باد میگویم مرحمت سرودهای شوق برای شما یاد مرحمت
Şarm dostum ya, ayıp değil mi? Ayıp. خوب درمونده پولیس نکه همه باش کتی یک ساعت سو کرد یه میده همه اینی تو را نبیدی شما هم به
همین روز برس شما ده بچه مهمونکای عزیز هم یکم خوش آمدید. امروز در درگاه که امیر بوا روزی تولدی امیر بوا شده شده. الهی مکه همه دوگونه کم که خوش پیر شوند الهی من. حضور علایت بچه کوش نه نیواری کوش نه بیان الهی مکه. نیواری کوش نه ایواری کوش نه خوشه کلون بیارن. ارزی حواسکای اینا بینن الهی من. عمر کوش دراز شود. 100 ساله نیست 120 ساله شود الهی مکه. تیمی شود. هم با همه روزا رسونا هم ما تو 100 ساله شده حضوری برای چقدر نبینه دستی کم روز بدن نبینه ما کم کردیم خدا جوده کنه باید کنه برکت یا کداگی خیلی انسانمونو همش بدنگاهش قبول کنه الهی جایی که رفته یافتگاتون توی تماشا داره فرزنداتون توی تماشا بینه رحمت هماتون بجای اومدین اینک عزیزان امروز ما در دهه مهرآباد در خانواده امیر بابا مهمان شدیم. نفری که همراهی بابای من هم نفس و هم صحبت شده بودند. بسیار صحبت های گرمشان را گرفتیم، همراهی شمایان به هم دیدیم و میگویم همیشه با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید. ما خرسندیم در این خاندان های پرفیض مهمان میشویم. سلامت باشید. رحمت برای مهمان. سلامت باشید.